سلام، حالتون چطوره؟ امیدوارم که حالتون خوب باشه و توی این ویدیو قراره بریم چند تا جای جالب از مپ ردد رو بهتون نشون بدم. بزن بریم. به به، شبم هست و اسب سود میزنیم. جای اولی که توی نقشه باید بریم این قسمته. حالا برای من معلوم نیست ولی میرسیم بهش. این قسمت از نقشه است که بریم ببینیم چی داره. ما قبلش چی بودیم؟ ما از قبلش شکارچی بودیم. ما رسیدیم این بخش. فقط یه چیز اینجا یه تیکه اون قسمته که بهتون نشون میدم، یه تیکه هم این قسمته باید پیداش کنیم. پیداش کردیم. اینجاست. Hey, you! Go away! Howdy. I thought I told you to go away. You did. But you haven't. Why would I listen to you? You're a hermit. I am not a hermit. I'm the king. The king! برو به سلام. آقا جای بعدی که میخوام بهتون نشون بدم دقیقا نزدیک همینه، کنار همینه، راحت میتونید پیداش کنید. توی این بخش ما میخوام برسیم به برج تسلا. منم حقیقتا پشمام ریخت اول که دیدمش و اینم بگم نمیدونم تو مراحل بعدی بازی هستی یا نه، ولی برام جالب بود. این شما و این برج تسلا، داخلش ببینیم چه خبره. کار دیگه نمیشه کرد دیگه، فکر کنم همینه فقط. بله بریم پایین. جای بعدی که میخوایم بریم توی این قسمت، توی شهر ونهورن. حالا اگه بین رو به چیزای جالب هم برخوردیم خب ویدیوشو میذارم دیگه، میذارم حال کنیم. You know what's real fun? Lighting fires. No, 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 no! Wait, I know you. ریدیم آجی. یه هدشات برم براتون، یه هدشات بذار برم. وایسا. ریدیم. رسیدیم به جای بعدی. توی این قسمت نقشه بود همونجور که گفتم. میام اینجا یه دونه قهوه خانه داره، بعد ما با یه کله خیاری طرف میشیم که باید باش دعوا کنیم. حاجی سری قبلی این باید باش دعوا میکنیم الان، ولی یه چیزی بهتون بگم خیلی منو ببینم میترسم. خیلی شبیه اون یارو توی قهرمانانه. همونجور که میبینید یه میشنش، من نمیدونم حالا چرا، شاید چون دنبالم کردن یا الان من میترسه، ولی باید باش دعوا میگرفتیم و کتککاری میکردیم، ولی خیلی شبیه اون یارو تو پهلوانانه. اینا داشت خیلی معذرت میخوام. ریدیم
ریدیم. بابا اینجا ما رو نزنید حداقل. Peaceful, boy. اونی که فقط شد. آجی چقدر گوکاری کردم که همه جا دنبال من. Easy. دقیق نمیدونم کجاست، چه اگه پیداش کنم بهتون میگم دیگه. Come on. Yeah. آها به به، اینجا اسکلت جاینت میبینیم، همون غول. و توی اگه میخوان جای دقیق‌ترش رو بهتون نشون بدم، توی اینجاست. این قسمت از مپ دقیقا بالای همین تی اس تی ای اس تی نمیدونم، بالای همین تی هست دقیقا. اینجاست که اسکلت جاینت میبینید. بعد خیلی خوبم کار کردن ها، اصلا موهاش همه چیش. بابا باریکلا، بابا باریکلا. و اینجا هم یه ویو ابدی. خب اینم از این ویدیو. اگه دوست دارید از گیم پلی بازی مختلف براتون بذارم، واتروی ترسناک، گیمای مثل ردد و غیره، اگر دوست دارید که داخل کامنت ها بگید. همین دیگه، شو خوش.